Еврооптика. Пусть солнце радует глаза. میدونید اصلا من آمدن جشن ها و ایدها رو دوست میدارم. وقتی که در عرفه این یا آن روزی مهم قرار داریم احساس شادی وجودی مرا فرا میگیرد و آمدن دوستی عزیز مردم تاجیک احسان امان نیست، شبیه آمدن یک عید است. احسان امان سراینده نامدار از افغانستان، خوش آمدید میگم. من درودی همه بیننده های برنامه ناگفته ها رو بر شما میرسونم. تشکر آرزوی عزیز، بسیار لطف کردین، مرحمت کردین که ما را افتخار بخشیدین که در پروگرام ناگفته ها ششتیم و صحبت میکنیم. البته با دوستای تاجیک شمال آمو و گرد و نواحی دنیا امروز با تماس هستیم. از برکت شماست. یک جهان تشکر بسیار زد که این فرصت ما اثر ساختن. خوش آمدید. تشکر بسیار تشکر. ما اگرچه باور کنین که در سال 1978 وقت بازوهای من دیدین؟ نه بازوهای دیدم، بسیار بازوی آب و تاب در یافته تیم است. ملی تنیس بودم. من اینجا برای مسابقات تنیس دوشنبه آمده بودم از طریق زمینی از راه شیرخان بندر گذشتیم و باز آمدیم همینجا. تقریبا 21 روز بودیم. چند سال داشتیم؟ ما فکر میکنم که نیور خون همین که سینما کلی نفهمه. اون زمان چند سال داشتین؟ اون زمان سال 78 فکر میکنم 17 یا 18 ساله بوده باشم. 17-18 سال، سال 78. ضرب تقسیم نکنین دیگه که باز حقیقت معلوم میشه. ضرب تقسیم نکنین. 17 یا 18. ما فعلا 14 سال هستم. احسان جان، با تیم افغانستان آمدید سال 78 به تاجیک؟ بله آمدیم مسابقه اینجا آمدیم و برای من بسیار یک چیز بسیار جالب بود، برای اینکه اولین بار سفری که از مملکت خارج شده بودم تاجیکستان بود. چطور بود تفاوتی میان افغانستان و یک کشور شوروی؟ در اون وقت شوروی البته فرق والا امی مهربانی مردم تاجیک بودن، بسیار میمان نواز. در اون وقت هم بسیار میمان نواز. ما دمی هتل اینتوریست که آل هتل تاجیکستان شده، بله. پیش روی مجسمه رودکی دیده میشه آمدیم ما. اما باور کنین که کلگی مهربانی میکردن. بچهای فوتبال آمدن برای ما غذا آوردن، تحفه ها آوردن. شما فهمیدین که اینها تاجیک ها هم زبان های شما برادر؟ بله. ما بسیار چیز عجیبی بود که کلگی ما اول آمدیم در فکر خود میگفتیم خودی چه قسم ما با کدام لسان با یا گپ بزنیم. اما دیدیم که کلگی فارسی میگن. بلد نبودین؟ نه یک چند چیزای بود، مثلا سپاسیبا، مثلا چیزایی که بسیار اساسی، مثلا کراسیو دیوشکا مثلا. اینا بچهای افغان شما یاد دادن؟ بعضی کلمات کلیدی را یاد گرفته بودیم. از خط کریلی بلدین؟ نه. چرا خواننده های در سن و سال احسان هستند ترانه های جدید نشر میکنند اما احسان کم کارهایش رو پیشکش مردم؟ آرزوی عزیز تو است که یک دوره که ما آمدیم از افغانستان، کل ما فرار کردیم، آمدیم پاکستان بودیم یک چند وقت، 2011 ما اونجا بودیم، باز آمدیم. یک دنیای بسیار پردرد، مهاجرت، بچهای نازدانه پدر و مادر بودیم ما. باور کنین اینجا که آمدیم یک دفعه در یک دنیای خالی هفتیدیم. موسیقی بسیار شکل تجارتی خود گرفت، از آلت عشقی و از آلت چیش برآمد. اما او وقت یک تک خالص عشق و محبت و درد و سوز و گداز بود. او وقت یعنی این موسیقی که امروز برای امروز آن سوز و درد و آن احساس را ندارد. والا ما همون سوز و درد که در او وقت با همون قدرت که همین سوز و درد ما تو قدرت میداد که کاست مسافر بگویم یا آلبوم مسافر بودیم که در بازار عرضه کردیم. باور کنین هیچ کدام دلچسپی پولی یا کدام توقع پولی درش نبود. اما حالا باور کنین یک رقم امی زمانه تغییر کرد یا کرد وقتی که در سال 97 ما پس از سر شروع کردم موسیقی را با سیستم یک بزنس من شروع کردم، باشین که ایاشه زندگی شود. فهمیده؟ و خب کار
کارم بسیار پیش رفت، بسیار زیاد پیش رفت. یعنی یگان آهنگایی را که شما در یوتیوب در میبینید، کجا؟ در امریکا؟ آبی دل ز سودا ای دو چشمی، این چیزا را که شما میشنوین از صحنه‌های عارضی بوده، میفهمین؟ چرا ادامه ندادید؟ کمی دیگر میخواستم ادامه بدید. نه باز دل ز سودا ای دو چشمی تو با میخانه کند رقص. دیگه و من کیف کردم. سر از اینکه چی بود، بازم امو سوز و گدازه که من شام تیره را که خواندم با او رقم نبود. شام تیره یک عالم درد در پشت خود داشت. وقتی که چشم خود بسته میکنم، سختی هایی که سر ما تیر شده بود، سر دوستای ما تیر شده بود که ما آزمایین کوها گذشتیم، پاکستان آمدیم، بیخی یک دنیایی که جلاوطنی وطن از دست دادیم همشانه. دو وقت با اونو درد ما اینمی من شام تیره هم به سیاهی سفر کنم، نه؟ بله. من شام تیره هم به سیاهی سفر کنم، تا از دیار صبح طلایی گذر کنم، نه؟ میگریختیم از افغانستان. اتور یک فکر میکنیم شاید 50% شاید زنده بانیم، 50% میگفتیم شاید بزنن ما از بالا. کدام سال شما فرار کردید از وطن خودتون؟ 1980 اکتبرش برآمدیم از افغانستان، آمدیم در پاکستان رفتیم. از سرحد تیر شدیم، هیچ معلوم نبود که چی میشه چی نمیشه. در پاکستان چه شرایط شما رو فرا گرفت؟ باور کنید در یک دانه اتاق 13-14 نفر ما زندگی میکردیم. یک بچه نازدانه، خانواده شما؟ نه خانواده نبود، بچه‌ای بودن که ما نمیشناختیم، کلشان بیچاره مسافرین بودن که از این زده و زخمی آمده بودن. گفتن بین اینجا شما با فامیل هجرت نکردید؟ نه. مادرم مثل که کد مادر پدر که ما خداحافظی کردم، یک رقم خداحافظی کردم در افغانستان ماندن. یک رقم خداحافظی کردیم که واده که فکر کردن که بچه ما شاید این زنده نباشه، یعنی می دفعه آخرش شاید ببریمش. بله. و امی خود درد از این آهنگا با خاطرات ازمو ساخته شد. آهنگ مسافر این آهنگا رو درد تولد کرد. بله. من شام تیرم به سیاهی سفر کنم. باسنال دیگهش آرزو مندی آینده، نه نام شما آرزو. تا از دیار صبح طلایی گذر کنم، بعد از هر تاریکی یک روشنی مهمی. بله. کلش هم حالت روحی خود ما بودن. صدای شما بسیار صدای قوی و وسعت دارد این صدای شما. میدونید منم لایف قضاوت برای شماست. یگان دفعه باور کنید ما تا امروز میتونید یک سپیکر، یک کنفرانسیه بشوید. نه باور کنید ما هیچ وقت صدای خود نمیشنم، از صدایم هیچ خوشم نمیاد. باور کنید والا نه، همیشه نقصش پیدا میکنم. میگم اوه کاش که این رقمی میخواندم. من شام تیرم، میگم نه ما که تو باشه. من شام تیرم، میگم کاش که تو رکایی میخواندم. پیدا میکنم رنج میتم، میگم چقدر پرفکت شد. برمیگردیم به پاکستان و به اون حجره که 12-15 نفر از فرارین افغانستان اونجا میایستادن. بله. چی شد بعد؟ در اونجا دیگه دنیای مفلسی بود، پول نبود، مجبور بودیم. باور کنین ما 28 روز از اونجا از اونو آپارتمان برآمدم و ده هیچ جای ما را جای نمیدانه. میگفتن بچه مجرد است. مردمای پاکستان یا خب حق داشتن، میگفتن یک بچه بیگانه را چرا در خانه خود بیاریم، نه ما را جای نمیدادن. ما 28 روز در روی لب سرک خواب شدیم در پاکستان، در خیابان خواب شدیم. ما بکسم در زیر سرم بود. باور کنین احسان امان در خیابان. بله باور کنین که نمی چی بوده. بالاخره میفهمین چی، در یک جای آمدم، یک دفتر مهندسی بود. من خب رشته مهندسی را خوانده بودم در فاکولته انجینری. آمدم گفتم به حد شد که دیگه هیچ پول نماند برای من که من عیاشه زندگی خود کنم. آمدم گفتم برای امی کسی که خدا خیرش بده هر جایی که هست، همون انسان یک دفتر مهندسی بود، یک دونه آرت گالری هم داشت، هم رسام بود و هم دفتر مهندسی داشت. گفت که ما والا نه ما چی نداریم، گرفتن هم میتونیم، تو چطور چی کار؟ ما گفتم نه فقط بر من نان بتین، ما هیچ نمیخوایم که پولم برای من شکمم سیر باشه، فقط
از این روی سرک ما میخوایم در این آرت گالری در اینجا ما شانه خو کنم برای اینکه مرا خنک میکشه بیرون باور کنید به اینی سویه از اینجا شروع کردیم با بسیار سرد بود بیرون شانه سرد میشد یعنی میال گپ که میزنم چی هم شما گفتید اکتبر بله ماه اکتبر نوامبر از طرف شاو چی میشد نه اکتبر و نوامبر آمدم منتها چی شد که 2-3 ماه تیر شد که پیسای ما پول را که پدر بر ما داده بود کلش مصرف شد دیگه. چیله زمستان فراموش. چیله زمستان برابر شدیم در اونجا. سر از اینکه برف یا نمیشد اما یک خنک سوختی بود که از این پست داخل وجودت میشد با سامان سر تاثیرش نیست؟ بله نه ان شاء الله اینجا خلاص گرمی اما یادم که من خب بر صورت در اینجا کار پیدا کردم. وقتی که کارم دیدن کارم بسیار خوش کردن هم تو راسن برای ما یک هفته بعدش گفت نیری ما بر تو ماش میتیم دیگه از اون زندگی من بهتر شد آستا. چطور رهایی افتید از پاکستان؟ پاکستان بالاخره باز رفتیم به خود سفارت امریکا اونجا به حیث پناهنده خود راجستر کردیم و تقریبا یک چند ماه گرفت تا که ورقای ما قبول شد و آمدیم امریکا آمدیم. در امریکا که داخل شدیم پایان شدم از میدان هوایی که پایان شدم در جان اف کندی در نیویورک پایان شدم اونجا $30 در جیبم بود. $30 با خدا باور کنین $30 پیسه است که یک روز 2 روز نانتان نمیشه. بسیار دنیای مایوسی بود. اینجا آمدیم امی دوستان مرا از مابین میدان طیاره در واشنگتن دی سی مرا پیکاپ کردن آوردن گفتین اینجا هستن بچه‌ها در اینجا در امریکا 6 نفر 7 نفر در یک آپارتمان زندگی میکردیم که یکی دیگر با همدیگر کدام ارتباط فامیلی و خونی نداشتیم با هم دیگر. اون از اونجا تا که بالاخره در اونجا با تفاوت از اینکه آمریکا امنیتش دیگر است و آزادیش دیگر است. بله. بعدش با دختر استاد نینواز ازدواج کردم در آمریکا. استاد نینواز کلی میشناسن. بله. اکثریت آهنگای احمد ظاهر از با یکی شرط عروسی ما و سحر خانم می بود که گفته بود که اما مرا پرسان کردین که شما چرا موسیقی نکردین؟ گفت شرطش نمیست اتر کشیدی نمی چی مرا ارمی انجاماندگی بود انگشتر کشید ترکایی کرد گفت یا ایره قبول میکنی یا اوره قبول میکنی. ما برای 13 سال خاموشی هم تو نزدیک چیام نشدم. متا خانم مسهر فکر میکرد که پدرش بردن نه کشتن. پدرش فکر میکردن که هر کسی در راه موسیقی بره کشته میشه. یعنی این یک غم در قلب نمیخواد که شوهر خود از دست بده. گفتم یارچ که میگه قبول است. یعنی این هراس این وهم از مصیبتی از دست دادن پدر مجبورش کرد که شما رو از این راه برگردونه. بله. تا در کنارش باشین و 13 سال زنده باشین. مهم که زنده باشین. بله. بعدش و اما پیش از او کارسی کنم در سال 1983 اینمی کست یا آلبوم مسافر امی آهنگای را ساخته بودم شام تیره خیلی گدایان کامپوز استاد نینواز هستن دیگه شب میرسد و چشم تو را خواب میبرد سزای چون تو گله گرچی نیست سزای چون تو گله گرچی نیست خانه مانه ایره ساختیم دیگه خواندن شب میرسد و چشم تو را خواب میبرد روز سپید را شب غمناک میبرد. راستی اینمی روز سپید را شب غمناک. و یک ترانه شما احسان جان در قطار ترانه های تاپ در موسیقی پاپ روز 20 سال پیش جایگزین شد و هرچند خیلی از ترانه ها از یاد رفتن ولی این ترانه در ذهن مردم باقی ماند. تا هنوز هم دوست می‌دارین همون ترانه شوریده آزرده دل بی سر و پا من شوریده آزرده دل بی سر و پا من در شهر شما عاشق انگشت نما من شوریده آزرده دل بی سر و پا من. واو براو. یا آهنگ بسیار زد ما شعرش از سیمین بهبهانی است. سیمانی بهبهانی. بله.
بسیار جالب است که سیمین بهبانی را یک دفعه از نزدیک دیدم. دلم بود که برم دستای شماش کنم. در آمریکا؟ در آمریکا بله. پیش از مرگش آمریکا رفته بود. آمریکا رفته بود. بیادرش آقای خلطبری و شاعر بسیار توانا بود. سیمین رو همین چند سال قبل از دست دادیم. بله در اونجا دیدمش. فکر کردم که شما از افغانستان همین شب و روزها به تاجیکستان آمدید. نه با سمالوت آمدیم، اما با سمالوت از آمریکا. از آمریکا آمدید. با طیاره آمدیم. چند سال باز در افغانستان نبودید؟ در افغانستان ما از سال 81 همونجا آمدم باز عروسی کردم. 42 سال من افغانستان فقط یک بار رفتم، سال 2011 رفتم. 2011. اما بیخی برای ما افغانستان یک مملکت بیخی دیگه بود. مردمش هست اینم او افغانستان قشنگی که در وقت ما بود نبود دیگه. شما در کابل زندگی میکردید؟ نه، ما 17 سال در ولایت هلمند در شهر لشکرگاه. بله این حدود قندهار است. بله در جنوب غرب قندهار است. بله من بودم در هلمند. چی میگین؟ نه سفر خدمتی داشتم. خیلی اون بچه که نگشتم. خب بله. در کدام سالا شما بودین در هلمند؟ حدود یک 15 سال پیش، وقتی که اولین بار طالبان سقوط کردن و فرار کردن. چی میگین؟ بله. در شهر لشکرگاه باز اونجا 12 سال مکتب خواندم. باز آمدم به فاکولتی انجینری. باز 4-5 سال بودم. وقت شد که وضع افغانستان بسیار خراب شد. کل جوان‌ها را حکومت از وقت جمع میکردن در جنگ روان میکردن. اجباراً باید میگفتن ما دیپلمتان نمیتیم تا که جنگ نکنین. به این رقم امی طبقه دانشمند یاره اون بازو یک داستان دیگه است در اونجا. امی حکومت وقت ما را میخواست که جنگ علیه مجاهدین داشته باشیم که 100% دیگه هیچ کس زنده نمیماند. شما از طرف شوروی با علیه مجاهدین میجنگیدید. فکر کنین در سر بله. اما یعنی با برادرهای خود باید و مجبور بودیم، مخصوصا طبقه هنرمند زیادتر زیر فشار بود. ما را میخواستن که آهنگای میهنی برای قوم خودشان که باشه بخوانیم. بالاخره مجبور شدیم فرار کنیم. یکی از دلایل فرار ما با پاکستان همی بود که به حد زیر فشار بودیم. سلاح نگرفتید به دست؟ نه هیچ وقت ما هیچ سلاح شما سازی موسیقی شما؟ بله. از اون خاطر یک آهنگ خواندم. 21 روز بندی بودم در افغانستان. 21 روز بندی در خود کابل بندی بودم. نه من نفهمیدم کجا مرا بردن. در یک جای بود، شاید در وزیر اکبرخان بوده باشه یا شاید در شهر نو بوده باشه. در خانه‌ای بود که امو دپارتمنت استخبارات افغانستان خانه ها را گرفته بودن که بندی ها را اونجا می بردن. با کدام جرم شما را بردن؟ به خاطر که یک خواندن برای طرفداری کسایی که مسافر بودن یا کدام. بله. کسایی که از ای خدا چی بود باشین؟ ای خدا این عشق عالمسوز را ویران مکن، آتش کان در نهادم ریختی بیجان مکن. چی گفتن؟ بردن مقصدش که تو برای خداوند دعا میکنی و تو طرفدار مجاهدین هستی. به خاطر یک ترانه؟ به خاطر یک ترانه. بازپرسی کردن؟ بازپرسی والا قازار ندادن مرا، راست بگم. چی گفتن؟ فقط مادم یک اتاق بودم دیگه. چند روز؟ تقریبا 20-21 روز بودم. اما معلوم نبود کجا بودم. باز بالاخره پدر و مادرم تلاش کردن. نه وضعیت خراب میکردن، بی‌احترامی میکردن. اما شاید به خاطر یک احترامی که چطور بی‌احترامی میکردن؟ بی‌احترامی که بخی بشی نان بخو، بخی که پرسانت میکنن. باز میبرن در یک اتاق دیگه تحقیق میکردن، سوالای عجیب غریب میکنن، سوالایی که اصلا چی سوالایی میکردن که مثلا خود تو در فلانی ساعت در کدام روز چی کردی؟ ای کسایی که تو همکاری داره کی است؟ ما گفتم من یک هنرمند هستم، من یک آهنگ خود خواندم. بله. باز در سال 94-95 اگه یادتان باشه، اما حمله اول آمریکا به عراق که سر عراق شد، اقتصاد آمریکا به حد ضعیف شده بود، بسیار ضعیف شده بود. بالاخره من کار خود از دست دادم. رفتم گفتم سحر قند صدقه شام قربانت شام. گفتم بان که خیره یک دو پروگرام بان که مردم تا همیشه تقاضا میکنن که ما خیر هر چقدر پول میخوایم. خانم سحر اجازه داد؟ خانم سحر بالاخره گرین چراغ سبز شد و
اول نارنجی شده بود با سبز شد. بعد از او ساز شروع کردیم به خاطر تجارت شروعش کردیم. در کجا و اون جای در ویرجینیا. ویرجینیا ایالت ویرجینیا. یک دفعه ما گفتم ساز شروع میکنم که پس وقتی که اقتصاد خوب شد پس سر کار بریم. اما یک دفعه می بزنس موسیقی اماتورکایی شعله‌ور شد. اماتورکایی یک دفعه دیگه مردم شناختن. اینقدر من در موسیقی پول می ساختم که هیچ ضرورت نشد که پس سر کار برم. زنگم زدن برام. گفتم نه فکر نکنم که برم. 13 سالی که سکوت شما را فرا گرفته بود، یعنی سکوت داشتید. و چی کار مشغول بودید؟ کارهای انجینری، سیویل انجینری، کارهای سرکسازی، بند، نهر. بسیار کارهای جالب بود که امیال ما پس شروع کردیم. و اون همکاران شما در این کارهای مهندسی میدونستن که شما آوازخوانید؟ شما والا نه خب همشون آمریکایی‌ها بودن دیگه. نمیدونستن؟ نه آمریکایی‌ها بودن. آوازخوانیتون نه واو قدر اهمیت ما که میخونم سر ما خنده میکنن. میگفتی چی میخونی دیوانه است. و نمیفهمیدن چرا امی در شهر شما عاشقی هم گوش نمامد. بر از وا سیستم موسیقی راک و جاز و گپا یا بود. اتق موسیقی ما بر از وا جالب نیست باور کنین. بعد از اینکه کار هنری اماتور بسیار دیگه صحیح چسبید به حساب، سحر مثل که منیجر من شد دیگه. کل کارهای سفر، هتل و تقریبا بسیار ممالک دنیا را سفر کردیم. از استرالیا گرفته تا به اروپا چند بار استرالیا دیگه، ممالک امی دبی رفتیم و چین رفتیم. راستی قصه چین به خاطر چی بود؟ یک فیلم هالیوود بود که من خواستن راجع به یک کتاب بسیار مشهور بود از خالد حسینی که کتابش به 33 لسان ترجمه شد. بسیار زیاد محبوبیت پیدا کرد. باز هالیوود کمپانی پارامونت و دریم ورکس امی فیلم ساختن، فیلم اون کتاب ساختن. باز مرا باعث خواننده انتخاب کردن و در خود فیلم هم برای من رول اکتینگ هم دادن برای من. باز ما افتخار همکاری با ناتالی کول، یکی از کلانترین هنرمندای جاز آمریکا بود که فعلا بیچاره فوت کرده، حال نیست، دنیا نیست. و بسیار جالب چه قسم یا میخواندن گروپ 60-70 نفر سمفونی و چیزا که لایف که شما میخوانن چی میکنن. و 2 کنسرت با ما کدش تیر کردیم در نیویورک، تایم اسکوئر نیویورک دیگه. بسیار کارهای جالب بود دیگه. منتها پس که راجع به فرزندها حرف نزدین، یعنی مردم افغان میگن که اولاد نه اولاد نداریم. نه اولاد نشده دیگه، خدا نداد. اینطور نبوده که ما نمیخواستیم، ما میخواستیم اما هیچ نشد دیگه. با هیچ همینطور خوش هستیم. حالا یک سگک داریم ما. و یگان کسا که من پرسان میکنن میگه اولاد داری؟ میگم بله اولاد دارم اما در 4 پای روان است. چیست اسم سگک شما؟ تاینی، یعنی چوچه، ریزه، میدان. ریزه است. تاینی. وزنش 2.5 کیلوگرم است. دوستش داره؟ الله. در تاجیکستان چند روز میمونید؟ تاجیکستان روز دوشنبه پس بخیر میریم. ابی تاریخ 22. بله. اما خب ما خودم راست براتون بگویم آرزوی عزیز که من اترکایی باور کنید، من اینجا عمر جان بسیار بر ما، عمر جان تیموری دوست بسیار عزیز ما. باز این دفعه عمر جان که می آمد دمی سفر گفت احسان جان 4 ساعت وقت داری تصمیم بگی، یا میری یا نمیری. بر ما بگو. دمی 4 ساعت مرا سحر روی خود گشتان گفت برو دیگه، ایره خب باید مثل نکنی دیگه. و ما خب دمی چوکی هواپیما ششته بودیم، فکر میکنم خب این پایین شوی اینجا بری چی خواد شود چی خواد نشه. آیا راستی ارزش عمق مهربانی که عمر جان بر ما داشته که مرا از اونجا آورده اینجا، آیا کام چیزی میشه؟ اما اینجا که آمدم اوه مای گاد، اینقدر محبت راستی، اینقدر از مردم تاجیکستان و بیخی یکی مثل که سر تولد شده باشم باور کنید. اینقدر راستی امی خود کلتور تاجیکستان، مردم تاجیک، مهمان نوازیشان، محبتشان یک چیز بسیار زد
این برای زنجیری که در گردن دارید در داخلش چیزی هست؟ نه چیزی نیست. نه ایره بسیار جالب بود که یک از طلا است. نه از ایره یک استاد چی برام داده، استاد موسیقی هند برام داده. یک شب خواندم، آواز ما خوش کرد، گفت اینه میره، ما دعا خواندیم سرش در گردنت بان. میخوام که با کلوار خاطره های روشن و زیبا از اینجا به نزد خانم سحر و امریکا بروید. تشکر بسیار زیاد از محبت شما. راستی و امیال خود تاثیر محبت مردم تاجیکستان بیخی در دل ما بیخی یک آتش نو روشن کرده که البته همیشه خدا آتش جاودان داشته باشه که ما بتانیم که پس بیم امو قدردانی از محبتشان و از دوستیشان بکنیم. در شهر شما عاشق انگشت نما من، آره به خدا من، به خدا من، به خدا من. هنرمند تا آخر عمرش عاشق است، همیشه انگشت نما است و همیشه عاشق است، همیشه جوان و زیبا و عاشق بماند. تشکر بسیار زیاد. خداحافظ شما. تشکر یک جهان. تشکر بسیار زیاد. تشکر عزیز.